اولین قسمت در واقع سیستم فروش ما داشتن یک پورتفوی و استراتژی تبلیغاتی درست بر اساس حالا روش‌های تبلیغاتی که خدمتتون عرض کردم. اما حالا ما با این روش‌های تبلیغاتی فرصت ایجاد می‌کنیم. حالا با فرصت‌هایی که ایجاد کردیم می‌خوایم یک فرایند بازاریابی انجام بدیم، یعنی بتونیم به خریدارها پیشنهاد خاص خودشون رو بدیم، در واقع مشتریان راغب و لید رو با فرآیندهای قلاب‌های جذب کنیم و وارد فرآیندهای اتوماتیکی بکنیم که حالا پیشنهادهای مراقب اونها رو بهشون بدیم و اینا رو تبدیل کنیم. اما قبل از اینکه وارد این قسمت‌ها بشیم و حالا من راجع به استراتژی‌ها و در واقع اتوماسیون‌ها و ابزارهاش صحبت کنم، لازمه که یه چیز کلی رو، یعنی قبل از اینکه بخوام بگم گام اول بازاریابی اینه که رو خود محصولتون در واقع یه کامنتی رو بذارم، یعنی بگم که اصلا ما بیس بازاریابی از پروداکت شروع میشه، اصلا میگم پروداکت مارکتینگ. یعنی چی؟ من این تصمیم نمیدونم چقدر خوب هست، من اینو جدا کردم از این قضیه. ما بذار یه جمله رو بهتون بگم، خریداران ما یعنی مشتریان ما محصول ما رو نمیخرن. مشتریان ما در واقع دوای دردشون رو میخرن، راه حل مشکلشون رو میخرن، کلید اون قفلی که زده شده حالا به خاطرش به چالش خوردن رو میخرن. و ما چیکار باید بکنیم؟ ما باید به محصولمون رو پروداکت مارکتینگ، یعنی اینکه ما محصولمون رو تبدیل بکنیم به در واقع یک پیشنهاد که حالا میگم در ادامه چجوری. خیلی از ماها محصولمون رو تبدیل نمی‌کنیم به پیشنهاد و این خود محصول وقتی تبدیل به پیشنهاد نشه در واقع چون آدما پیشنهاد رو میخرن نه محصول رو، نرخ تبدیل رو میاره پایین‌تر. این اصلا قسمت اول بازاریابی فارغ از فرآیندها و اتوماسیون هاست اینه که ما رو محصولمون اول یک نگاه بازاریابی بذاریم و اونم چیه؟ اونم اینکه ما پروداکتمون رو تبدیل به پیشنهاد بکنیم، محصولمون خدماتمون رو تبدیل به پیشنهاد بکنیم. چطور؟ بذار از یک استراتژی برای شما مثال بزنم. چندین سال پیش یک ماه و شعیری بوده در آمریکا به نام تام استون و خب آدمایی که این آبجو یا این ماه و شعیر رو میخوردن، حالا اینجا عکسش هم گذاشتم اینجا ببینید، وقتی این ماه و شعیر رو میخوردن چی میشده؟ دهنشون تلخ مزه میشده دیگه. این آدما به این نتیجه میرسن که آقا ما بیایم چیکار کنیم که فروش این ماه و شعیر رو بیشتر کنیم. میان به این نتیجه میرسن که آقا آدما همراه این ماه و شعیری که میخورن برای اینکه روزی رو بگذرونن و برای اینکه خب یه ذره ریکاوری بکنن دهنشون تلخ مزه میشه. خب کنارش چی میرن میخورن؟ میرن این چیز دیگه برمی‌دارن دیگه. یکی میره پسته‌ای برمی‌داره، یکی چیپسی برمی‌داره، یکی ماستی برمی‌داره. اینا کنارش یک تیکه هفتی پیتزا اضافه میکنن، یعنی به این شیشه های ایستکی ماه و شعیر یه تیکه هفتی تو مقوا پیتزا میذارن و میچینن توی در واقع قفسه و هر کی میرفته در یخچال رو باز می‌کنه می‌دیده ماه و شعیر همه با شیشه‌های طرح‌های مختلف کنار هم چیده شده، یه دونش از روش پیتزا هم داره و این استفاده از اون فرآیند رو لذت بخش‌تر میکنه. قرار نیست یه چیز همینجوری اضافه کنیم به محصولمون. من جلوتر میگم چه جوری چی اضافه کنیم به محصولمون. اصلا محصولمون چه جوری من بهش میگم به اصطلاح بسته بندی کردن. چه جوری پکیج کنیم، بسته بندی کنیم بدیم. قراره که یه چیزی اضافه کنیم که فرایند استفاده از اون رو یا بهتر بکنه یا لذت بخشتر کنه یا نتیجهش رو بهتر کنه یا مناسب اون دلیلی باشه که من دارم به خاطرش اون محصول رو میخرم که جلوتر میگم چجوری. و با این کار چیزی حدود 50% فروشش رو تو چند ماه افزایش میده. این تصویر رو نگاه کنید. طرف یک آب میوه است، حالا یک نوشیدنی الکلیه، حالا این تصویر خارجیه من این جدا کردم، یه دونه پاستیله و چند تا یخ، یک لیوان یه بار مصرفه، کفش چند تا یخه، نوشیدنی الکلیه، یه نوشیدنی معمولیه و یه تیکه پاستیل. اینا رو توی پک داره میده. ببینید این آدم احتمالاً فقط نوشیدنی الکلیه رو میفروخته، ولی بعد از مدتی برای اینکه بتونه فروش نوشیدنی الکلی بیشتر کنه خب اون آدم میره خود به خود اینا رو جدا جدا میخره دیگه. این پک رو میده و این پک یعنی پیشنهاد. یعنی من که نه، این آدم این نوشیدنی الکلیه رو میخورده برای اینکه خب بالاخره یه ریکاوری رو خواسته، یه تایمی رو میخواسته بگذرونه.
خب و بالاخره اینا رو جدا جدا شاید حالا میخواسته نمیخواسته میرفته پیدا میکرده، آیا خوب بوده آیا بد بوده، این اومده یه ترکیبی که کنار هم میتونسته استفاده از اون لذت بخشتر کنه، دلیل استفاده از اون لذت بخشتر کنه رو به عنوان یک پکیج میفروخته. چند تا مثال بزنم از همین کاری که خودم انجام دادم، از این پیشنهادی که بهتون دارم میدم. ما در یک شرکت در واقع فروش لباس عروس که میخواستش که در واقع فرانچایز بده، یعنی در واقع شعباتش رو بفروشه، ماها بودش که خب به همه آدما میگفتش که آقا بیاید این شعبات رو من بهتون واگذار میکنم و این شعباتی که به ازای حق تابلویی که میدید اینقدر در ماه درآمد دارید و این داستان ها. خیلی از افراد نمیتونستن در واقع اصلا درک نمیکردن که این چی هست، یا خیلی طول میکشید بهشون بگیم که آقا اصلا این چه آیدی برای شما داره، اصلا چه پیشنهادی میتونه باشه. ما این تبدیل کردیم به یک پیشنهادی که افراد نیاز دارن. این شرکت توی ترکیه بود و عرضم حضور ما بعدا فهمیدیم که شرکت هم ایرانی بود. بعد فهمیدیم آدما میرن تو ترکیه خونه میخرن برای که اقامت بگیرن، بعد درآمد ندارن، ولی اگه بیان این شرکت رو بگیرن هم میتونن اقامت بگیرن هم درآمد داشته باشن. بعد اومدیم بهش یه چیزی اضافه کردیم، گفتیم آقا بیا با یکی قرارداد ببند، کار اقامت اینا هم اوکی بکنه، مدرسه بچه‌شون هم اوکی بکنه، یه خونه و یه ماشین هم مثلا براشون اجاره بکنه و بهشون بده. تو اون چند ماهی که زبون بلد نیستن یه نفر کنارشون باشه کار اقامت بچه‌هاشون و مدرسه‌شون اینا رو انجام بده. شاید این کلا 30% هزینه جانبی براش اضافه کرد و با یه شرکت مهاجرتی اینو بی تو بی کرد، ولی بعدا اومد اینو به اون اضافه کرد و گفت من یک پکیج مهاجرتی کامل دارم، کار اینجا برات راه میندازم کاملا که همون فرانچایزش بود، تجهیز میکنم که باز جز همون فرانچایزش بود، نیروی فروش برات میذارم، تبلیغات میکنم که همه اینا جز اون فرانچایزش بود، علاوه بر این کار مهاجرتی هم اوکی میکنم، مدرسه بچه‌تم اوکی میکنم، ماشینم برات ارگانیز کنم، کار خونه‌تون هم انجام میدم و انگار که اینا همه اینا رو با یه شکل مهاجرت داشت انجام میده، یعنی با 30% مبلغ بیشتر. انگار که شما بدون دغدغه زندگی تو انجام میکنی میاری اونجا، هم مشکل خونت حل شده، هم مشکل درآمد نداری، هم مشکل جابجایی بچه‌ها و داستان و مدرسه و زبان و اینا نداری و این بی دغدغه ترین مهاجرت ممکن است. بیا من یک پکیج مهاجرتی 0 تا 100 دارم و الان آدما میتونستن بفهمن چه پیشنهاد جذابی. شاید باورتون نشه در عرض 3 ماه چیزی حدود فکر می‌کنم 10 تا 12 تا شعبه رو با همین پیشنهاد واگذار کرد، در حالی که قبلا تو 1 سال تو 2 سال اخیرش 3 تا شعبه رو تونسته بود واگذار بکنه. خب این یعنی چی؟ یعنی که من اون آدم باز داشت همون فرانچایز رو میداد، فرقی نکرده بود، اومده بود خدمات یکی دیگر رو یه جوری چسبونده بود، پولش هم اون آدم داشت پرداخت میکرد 30% بیشتر، ولی در کل تبدیل شد به یک پیشنهاد. یک مجموعه لاغری بود، دستگاه‌های لاغری داشت، هر کی باش تماس میگرفت آقا چه جوریه دستگاهتون، تاثیرش چه جوریه، چه شکلیه، شروع می‌کرد توضیح دادن، حالا چند جلسه بیا، حالا شما بیا جلسه اینقدر، هیچکی نمی‌فهمید اصلا با چند جلسه بیا چقدر کم می‌کنه، نتیجهش چی میشه. ما بعدا اومدیم به این نتیجه رسیدیم آقا بیا حساب بکنیم ما چجوری میتونیم به مجموعه ای از کارهایی که با مجموعه این دستگاه انجام میده یه متدی رو درک کنیم که 15 20 کیلو 2-3 ماه کم تو 3-4 ماه کم کنه. میشه؟ بله میشه. چه جوری؟ نشستیم فکر کردیم دیدیم آقا مثلا باید 10 جلسه از دستگاه کویتیشن استفاده کنه، مثلا میانگین هفته 2 بار دستگاه LPG برای فلان صاف شدن پوستش استفاده کنه، میانگین هفته 3 بار بعد مثلا دستگاه چه میدونم مثلا کربولیت برای خورد کردن بافتای چربی استفاده کنه، باید مثلا در طول ماه مثلا هر 1 ماه یک نخی یا مثلا نخای زیبایی استفاده کنه که این پوست نیفته شل نشه کشیده بشه و در مجموع همه اینها که با یه ذره رژیم مثلا رعایت کنه و لا بلا 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 بادی آنالیز بشه هر هفته و این داستان ها، مجموعه این کنار هم میتونه در عرض 2 ماه این آدم رو تضمینی 15 کیلوگرم وزنش رو پایین بیاره و بدون شل شدن پوست، بدون افتادگی پوست، بدون ایکس، بدون ایگرگ، بدون دغدغه، بدون رژیم طاقت فرسا، بدون نخوردن چیزهایی که دوست نداریم. و وقتی حالا یکی تماس میگیره میگم دستگاه‌ها چجوریه، میگم ما یک متد لاغری داریم که در عرض 3 ماه به طور تضمینی با ضمانتنامه کتبی شما میتونید تا 20 کیلوگرم وزنتون رو کم کنید. هر پکیج ما قیمتش همین قدره. هم باعث میشد یه نفر نیاد یک جلسه بخره، یعنی ما فروش بیشتری رو به هر یک نفر داشتیم انجام میدادیم، چندین میلیون تومان پول میگرفتن بعد این قضیه. هم آدما میفهمیدن که پس من قراره بیام یک پیشنهادی رو بخرم که باهاش 15 کیلو کم میکنم 2 ماه دیگه تا 2 ماه دیگه. میفهمیدن چیه
پیشنهادهای زیادی دارم. مثلا ما تو بحث زیبایی اومده بودیم خب دستگاه‌های جوانسازی و دستگاه‌های حالا اینا تلفیقی استفاده می‌شدن. اومدیم به دلایل استفاده آدما که می‌مدن خب این دستگاه رو می‌گرفتن، مثلا برای جوانسازی، برای چین و چروک که زیر چشم بوده، برای حالا چیزهای مختلف بوده. اومدیم پکیج‌های درمانی درست کردیم. پکیج دوره چشم، پکیج رفع چین و چروک، پکیج 50 ساله ها، گذر از 50 سالگی و مجموعه از این خدمات رو به صورت ترکیبی گذاشته بودیم که این نتیجه رو میاره. یعنی میگفتیم آقا به جایی که میگفتیم بیا بوتاکس جلسه ای انقدر، فیلر هر سی انقدر، هایفو هر جلسه انقدر، میگفتیم آقا پکیج مثلا چین و چروک بعد از این پوست شما کاملا انگار یک لایه از روش مثلا برداشته میشه. حالا من دارم مثال میزنم و این پیشنهاد آدم‌ها دقیقاً میتونن درک کنن. یه پکیج گذر از 50 سالگی شما از 50 ساله به 30 ساله تقریبا از این قضیه گذر میکنه. چیه؟ ما این دستگاه رو ترکیبی به علاوه مزوژل و فلان انجام میدیم، این باعث این میشه، این باعث این میشه، این باعث این میشه و در مجموع شما از 50 ساله به 30 ساله تبدیل میکنه. اگه تا آخر همین امروز خرید بکنید، یعنی تماس بگیرید و وقتتون رو رزرو بکنید، 10% هم بابتش از براتون تخفیف در نظر بگیرید. این باعث میشد که تبدیل میشد به جای که ما بیایم بگیم ما هایفو هم داریم، ما ژل هم داریم، ما بوتاکس هم داریم، ما اینم داریم، حالا بیا جدا جامع و میتونستیم این چه نتیجه‌ای که تو میخوای، چیزی که داری دنبالش میگردی، پیشنهادی که اون آدم دوست داشت پیشنهاد بهش میدادیم. پس حالا روش دیگه هم وجود داره. برای ما دوره تربیت فرزند و یه همچین کاری که یک روانشناس کودکی بود، اومدیم در واقع مجموعه از دوره و آموزش و چکلیست و جلسات رو به صورت یک فرایند کوچینگ محور در آوردیم و افراد رو وارد این فرایند کوچینگ تربیت فرزند می‌کردیم. یعنی هم دوره میدید، هم وایس گوش میداد، بعد هفته بعد جلسه داشت، بعد جلسه گروهی داشت و این تو یک فرایندی مثل یک مدرسه قرار می‌گرفتن و دوره‌های پرنتینگ رو می‌گذروندن. حالا دوره نبود، وارد یک مجموعه میشه، یعنی فقط یک آموزش صرف نبود. چقدر روی تاثیر داره پذیرفتن افراد. حالا خیلی ایده های زیاده. مثلا ما برای بحث ارزم به حضور شما همین استودیو جوپیتر که خودمون کارش انجام میدیم، اومدیم پکیج های در واقع عروسی درست کردیم، پکیج اقتصادی عروسی، پکیج نمیدونم مثلا لاکچری عروسی، پکیج های مناسبتی درست کردیم، عکاسی مناسبتی یا عکاسی چون دلایل استفاده از آدمان اینجوری بود. ما می‌اومدیم به همون دلایل استفاده می‌اومدیم برای اون دلیل یه پکیج درست می‌کردیم و اون رو به آدما پرزنت می‌کردیم و آدما راحت‌تر می‌بردن. مثلا پکیج عکاسی ولنتاین، 3 تا شات ولنتاینی مثلا براتون می‌ذاریم، یه ریلز ولنتاینی هم درست می‌کنیم، یه دونه ارزم به حضور شما کلیپ هم جوری اینا با هم انقدر. خب آدما چیکار می‌کنن؟ من عکس بگیرم بذارم اینستاگرامشون دیگه و من این بهانه رو بهشون میدادم. بنابراین یا حالا خیلی مثال‌های دیگه هست. برای قانون کار ما اومدیم بسته های فیش تصویر قرارداد درست کردیم، مجموعه از خدمات و پیگیری و در واقع چک لیست و فیش ها و اینا خیلی ترکیبیه. یعنی ما در واقع به محصولمون رو پیشنهاد کنیم برای پرسونالمون. چطور این کار رو انجام بدیم؟ بیایم ببینیم مشتری دلایل خریدش از ما چیه. نمیتونم بیام بگم من یه استودیو عکاسی فیلم برداریم، برای چه کاری میخوای؟ این تبدیل رو کم میکنه. بیام ببینم خودم آدما برای چی خرید میکنن، برای چی عکاسی میکنن، برای شب یلدا، برای بارداری، برای نمیدونم مناسبت خاصی، برای مثلا چه میدونم ولنتاینی، اینا وایراله. بیام برای هر کدوم از اینا یه پکیج خاصی درست کنن. مثلا چی برای یلدا رو جذاب میکنه؟ 2 تا عکس میخوان داشته باشن، یه کلیپ یلدایی. چی کاپلی رو جذاب میکنه؟ پکیج کاپلی داشته باشن. 2 تا مثلا یه ریلز فلان داشته باشن، 3 تا عکس این شکلی داشته باشن، یه دونه عکس تکی. و این پکیج رو میتونم این قیمت میارزه، یک جای این قیمت میتونن بهتون بدن با تخفیف و آدما میپذیرن چون جذابه براشون و شما میتونید پول بیشتری بگیرید، دستتون بازتر رو تخفیف دادن، هزینه جذب مشتریتون رو کمتر میکنه چون پول بیشتری رو هر کدومش میگیرید. دوم چی؟ دوم میتونم از مشتری رایج هم مثلا استفاده کنم. مشتریان رایج من کیان؟ اونی که میومد فرانچایز ازش میگرفتن، کیا میومدن میگرفتن؟ از ایران میومدن میگرفتن، من که یه کاری توی ترکیه داشته باشم. خب من با پکیج مهاجرتی آتیش کردیم. یا دلایلی که استفاده میکنن از خدماتتون.
اینا میتونه چیزهایی باشه که ما میتونیم محصولمون رو تبدیل بکنیم به پیشنهاد که حالا اینم مدل‌های مختلف داره. نتیجه نهایی این چیه؟ نتیجه نهاییش اینه که تاثیر پذیرفته شدن رو بیشتر میکنه. یعنی تعداد آدم‌هایی که بهشون ما محصولمون رو داریم معرفی میکنیم نسبت به قبل از اینکه تبدیل به پیشنهادش کردیم اون تبدیلش رو بیشتر میکنه، آدما رو ترغیب‌تر میکنه که از اون محصول استفاده کنن. دوم، چون ما داریم حجم بیشتری میفروشیم، سود بیشتری هم با این قضیه انجام میدیم. سوم، چون محصول ما رو کرده یک پیشنهاد و خب همه جا اینو نداره، مثلا همون پکیج‌های لاغری همه جا میگفتن آقا دستگاه لاغری جلسه انگار، ولی وقتی ما داریم این شکلی ارائه میدیم، به صورت یه متد داریم ارائه میدیم و روش داریم ضمانتنامه میدیم، این میشه یه چیز رقابتی. یعنی من حتی یه مزیت رقابتی هم برام هست و توجیه میکنه قیمتشو، حالا بیام گرونترم حتی بدم، جای دیگه نداره. مورد بعدی، نظرات افراد بیشتر مثبت میشه چون میفهمن قراره پس بنفیت چی بگیرم در ازای این قضیه. سرعت تبدیلم گفتم بیشتر میکنه، برندسازی میکنه، یعنی باعث شما یه ذره متمایز بشید نسبت به رقباتون و بیش فروشی میاره چون دارید فروش بیشتری انجام میدید. و از همه مهمتر CEM Customer Experience، آدما تجربه لذت بخش تری در استفاده از خدمات شما دارن. چرا؟ چون میدونن چی خریدن، چون نتیجه بهتری میگیرن، چون در فرایند استفاده شما اون رو لذت بخش ترش کردید و اینه که باعث میشه که بعد اولین گام بازاریابی پروداکت مارکتینگ باشه و اهمیت خیلی زیادی داشته باشه.